سلام. یک سال تمام از خبر تو خبر رفتیم و با عینک طنز به وقایع مضحک درون نظام ولایت فقیه نگاه کردیم. تو سال گذشته بلاهای زیادی سر خامنه‌ای اومد، اما اون چیزی که بیش از همه تو چشم میزد داستان جدایی عنتر از عظما بود که اول سال با غیبت 11 روزه احمدی نژاد بعد از برکناری ناموفق مصلحی شروع شد و تا آخر سال عبای ولایت رو جر کرد و شقه تمام نظام رو در نوردید. ماجرا این بود که احمدی نژاد بعد از 11 روز قهر کردن که کارش داشت به استعفا میکشید، یهو برگشت و برای ماسمالی کردن قضیه گفت در بیرونم که بعضیا جشن گرفتن، حرفایی زدن، گفتن نمیدونم شکاف افتاد و مقدمات جشن رو فراهم کردن. خب اونها هم که فکر میکنم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. اما شکافی که ایجاد شده بود عمیق‌تر از این بود که با این بتونه‌کاری های احمدی نژاد بشه پوشوندش. زمزمه های جدایی بازم بالا گرفت تا اینکه خامنه‌ای مجبور شد خودش به صحنه بیاد تا موضوع رو تموم کنه. نگذارید اختلاف به وجود بیاد، نگذارید شکاف به وجود بیاد. تحلیل ها رو بردن به این سمت که بله در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبری رو گوش نکرده است. بنده حقیر هم بنا ندارم در کارهای دولت و اینها تصمیم‌های دولت وارد بشم، خب مگر اونجایی که احساس کنم یک مصلحتی دارد تفویض می شود. اما اصل داستان این بود که زیر سر عنتر بلند شده بود و دیگه برای ولی فقیه تره خورد نمی‌کرد. برای این کارش یک فلسفه جدید هم پیدا کرده بود که بر اساس اون با جمع کردن یه مش رمال دیگه نیازی به ولی فقیه برای کسب تکلیف نداشت. آیا دکتر احمدی نژاد می‌تواند همان شعیب بن صالح سردار بزرگ اسلام در عصر ظهور باشد؟ بنابر روایات شعیب مورد تایید سید خراسانی بوده و در آستانه ظهور توسط او به فرماندهی نیروهای ایران انتخاب می‌گردد. روایات شعیب را کم لحیه، خفیف اللحیه، ضعیف اللحیه و کوسج که به عقیده محققین به معنای فردی دارای محاسن کم‌پشت میباشد توصیف می‌کند. دیگر از صفات مورد اشاره برای شعیب نحیل یعنی لاغر و ضعیف الجثه است. بله، دم در آوردن عنتری جلوی خامنه همانو سرباز کردن شکافی که قرار بود بخیه خورده باشه همان. اینجا بود که همه کرگدن‌ها و دایناسورهای نظام برای مهار کردن عنتر چموش ریختن توی میدون. و فتنه جدیدی آمده تحت پوشش علاقه شدید مردم به امام زمان علیه السلام. این مسائل رو مطرح میکنن که ما مستقیما از خود امام زمان علیه السلام استفاده میکنیم و جامعه رو اداره میکنیم. معناش چیه؟ معناش اینه که ولی فقیه بره کنار. آدم‌هایی که ولایت شعارند، شعار ولایت سر میدن، اما در عرصه عمل کمیتشون میلنگه. آقا اگر بخوایم کسی رئیس جمهور بشه که اصلا رهبری رو قبول نداره چیکار کنیم؟ هیچ کار، برید توی کشور دیگه رئیس جمهور بشید. اما شکاف بین عنتر و لوتیش عمیق‌تر از این شده بود که بشه با چند تا توپ و تشر یارو رو دوباره به اردوی خودی ها آورد. چون احمدی نژاد دیگه تئوری خودش برای ولی فقیه رو پیدا کرده بود و بقیه کرگدن‌های نظام که بهش توپیدن رو اینطور توصیف می‌کرد. یکی کسانی که متاسفانه فکر میکنن ولایت فقیه هم یه ابزاری است برای تنظیم معادلات سیاسی و بگو مگوهای بین طوایف و قبیله ها و دسته ها و گروه ها که استفاده کنن بچسبونن اینوری اونوری. یه گروه هم کسانی که بعد دفاع میکنن، چهره ای رو ترسیم میکنن که این به جای جذب کننده دفع کننده است. بعد از مدتی کاشف به عمل اومد که احمدی نژاد دو شاخش رو تو پریز یکی دیگه زده و همراه با مشایی خوابهای دیگه‌ای برای آینده خودش دیده. آقای احمدی نژاد در دو چیزش روزی که ما از آقای احمدی نژاد حمایت کردیم
به ضرس قاطع دو خصوصیت رو در آقای احمدی نژاد تشخیص داد. الان یه ویروس به جانی افتاده، این مشایی معلومه، این شده ویروس به جانی، این افتاده به جانش، هم دینشو داره میگیره هم عقلشو. عملا چطور آقا؟ عملا همونه. عملا شما از دل رهبر خبر دارید، شما وقتی هر سفری ما داریم منزل نه ولی مسائل همه مردم میکنه. رومون نمیشه از احمدی نژاد دفاع کنیم دیگه. خب آقای احمدی نژاد این همه احترام این همه اعتراض تو فوش ندادن مردم، خب بسه دیگه اینو بزن کنار این یا ابو علفی رو. حیف خر من نمیگذرم، میگه بس کجاش بسه، حیف خر. بابا خر بار میبره راحت، 2 ماه میگذره یه ار نمیکنه، 2 هفته یه بار یه زر مفتی میزنه. خب آقای خدایا این مشایی رو امشب بکشش. خلاصه به هر زبونی که میشد تو گوش احمدی نژاد خوندن که از این مشایی دست بردار. اما جواب احمدی نژاد همیشه یه چیز بود. A este vecino, ¿qué cree usted que está pasando en Telde? ¿Qué es lo que está pasando en Telde? ¿Qué es lo que está pasando en Gran Canaria? Oiga, señor, que estoy hablando con usted. Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla?